این اشتباه خیلی از میلیاردرهاییه که الان دیگه میلیاردر نیستن. آیا شما هم با پولی که دارید و نیازش دارید ریسک میکنید برای پولی که ندارید و شاید نیاز هم نداشته باشید؟ این اشتباه خیلی از میلیاردرهاییه که الان دیگه میلیاردر نیستن. وارن بافت میگه بزرگترین حماقت اینه که با پولی که دارید و بهش نیاز دارید ریسکی بکنید برای پولی که ندارید و به اون نیازی ندارید. جسی لیورمور یکی از بزرگترین معامله‌گرهای تاریخ بازار سرمایه بارها ثروتمند شد و دوباره شکست خورد به خاطر اینکه نتونست جلوی حرص و طمعش رو بگیره و نهایتاً هم بعد از آخرین ورشکستگیش خودکشی کرد. تفاوت وارن بافت این نیست که بیشتر بازدهی رو کسب کرده، اینه که تو تمام رکودها ادامه داده و هیچ وقت شکست نخورده و راز اون در اصل بقای مالی. ما میخوایم که هرچه زودتر به ثروت خوبی دست پیدا کنیم و آینده راحت داشته باشیم، مخصوصا ما مهاجرای ایرانی، اما نباید به خاطر سرعت از بازی حذف بشیم. اگه واقعا میخواین از درآمد خودتون محافظت بکنید و تو شرایط سخت اقتصادی همیشه مقاوم بمونید، بهتره که ما رو دنبال بکنید و ما همیشه سعی میکنیم نکاتی رو از این دست مرور بکنیم و کمک بکنیم به هموطنان خودمون که همیشه مقاوم بمونن.